الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین و بعد. السلام علیکم دوستان عزیز گرامی. امروز باز در برنامه گنج حکمت با احادیث گوهرباری پیامبر صلی الله علیه وسلم با شما خواهیم بود. بینندگان ارجمند، نفاق و یا منافقان دو نوعند: نفاق اعتقادی و نفاق عملی. منافقی که اعتقادا منافق است و منافقی که اعتقادا مسلمان است ولی عملا منافق است. دوستان عزیز، آنگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما امت را به هر کار خیری، به هر کار نیکی تشویق و ترغیب نمودند، هر کاری که خیر است و نیک است آن را برای ما معرفی نمودند، به انجام آن ما را توصیه نمودند. کارهایی که سبب کمال ایمان می‌گردد، سبب سرفراز گشتن بنده به جنت جاودان می‌گردد، امر نمودند، ترغیب کردند، تشویق نمودند. این چونین پیامبر صلی الله علیه و سلم ما امت را از هر کار زشت هشدار دادند و از جمله آن چیزهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم امتش را هشدار دادند این است که به خصلت منافقان آلوده نشوند. خصلت‌های زشتی که از منافقان است در آنها دیده نشود. بنابراین شخصیت منافق را پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما مشخص کرده، معرفی کرده دادند تا هر کس منافق را شناسد، خصلت‌های منافقان را داند، خودش دور باشد و اینچنین منافقان را شناسد. در این حدیثی که آن را امام بخاری و امام مسلم از روایات عبدالله ابن عمرو روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اربع من کن فیه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیثی که مضمونش هشدار است، مضمونش معرفی منافقان است، مضمونش برحذر نمودن امت از این خصلت‌های ذمیمه است، چنین فرمودند. گفتند 4 خصلت زشت و ذمیمه است که در هر کسی همه این 4 باشد کان منافقا خالصا، منافقی پر است، منافقی کامل است. و من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، و اگر در هر کسی جزءاً این خصلت ها باشد، یکی از اینها یا دوی اینها، به مقدار همان جزء نسبتاً منافق است، تا ترک کردنش آن عمل را منافق محسوب است. والعیاذ بالله. البته اینجا دوستان عزیز منظور نفاق عملی و اخلاقی است، یعنی در اعتقاد این شخص مسلمان است، او را منافق اعتقادی گفته نمی شود، چون که منافق اعتقادی کافر است و مسیرش ابدی در جهنم است. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق اعتقادی که به دین باور ندارد و به زبان میگوید مسلمان است، به دین استهزا میکند و دیگر خصلت‌های بدی که منافقان اعتقادی دارند، منظور این گونه شخص نیست، بلکه منظور کسی است که خصلت‌های منافقان را دارد و در او شباهت به منافقان اعتقادی وجود دارد، گرچنده در باطن مسلمان است. این خصلت‌ها او را از دین خارج نمی‌سازند، ولی اینها مقدمه های کفرند، مقدمه های نفاق حقیقی هستند، خصلت آن منافقان اعتقادی هستند. آن 4 خصلت ذمیمه، 4 خصلت خیلی شوم و بد، خیلی زشت که نشانه های منافقان است و می باید مسلمان از این خصلت ها خیلی دور باشد. کدام است؟ همین است. اولینش اذا اؤتمن خان، اگر به او امانت داده شود به امانت خیانت میکند، به امانت خیانت میکند. امانت صرف نظر که پول نقد است و یا چیزی ارزشمند است و یا سخن است، هر چی باشد به حیث امانت به او داده شود، مسلمان میباید امین باشد، یعنی امانت دار باشد، امانت را نگه دارد. اگر به او مال سپرده شود آنگونه که هست به صاحبش برگرداند، روزی لازمی یا چیزی دیگری، و یا سخن به او اگر گفته شود به حیث امانت به او سپرده شود، باید امانت را حفاظت کند. اما خیانت کردن به امانت این خصلت از خصلت‌های نفاق است و در هر کسی این جزء از خصلت منافقان اگر باشد به همین اندازه او را منافق گفته می شود.
خصلت دیگری منافقان یا علامت دیگری منافقان دوستان عزیز این است که اذا حدث کذب، وقتا سخن گوید دروغ میگوید، به خلاف واقعیت خبر میدهد، از خود یا از هر چیز دیگر، مهم با مردم دروغ میگوید، یا دائم همیشه گپش دروغ است و یا گاه گاه دروغ میگوید. به اندازه این خصلت را داشتنش به آن اندازه او به منافقان مانند است. والعیاذ بالله. خصلت دروغ گفتن میباید در مؤمن نباشد. مؤمن میباید از این خصلت خیلی دور و پاکیزه باشد. و اذا عاهد غدر، خصلت سوم منافقان، نشانه سوم آنها این است که وقتا عهد و پیمان دهند عهد و پیمان را میشکنند، قول ندارند، عهد ندارند، با آنها اتفاق کرده امکان ندارد، اتفاق و عهدنامه را وعده را میشکنند. اذا عاهد غدر و اذا خاصم فجر. خصلت چهارمشان، نشانه چهارم منافقان این است که اذا خاصم فجر، وقتا خدا نکند با او اگر در جدل شوید، در بحث شوید، از فجور کار میگیرد. فجور یعنی سخنان قبیح استفاده میکند، حقیقت شما را روپوش میکند، باطل خود را بزرگ نشان میدهد، برای اثبات سخن خودش قسمی بر دروغ میخورد، شاهدی بر دروغ طلب میکند و گرچند میداند حق جانب شماست ولی به فجور و عناد و سرکشی و غرور دست میزند و حقیقتی که در شماست انکار میکند و سر نمیفرارد. به فجور راه میدهد در خصومت و در جدل و در منازعت ها، به داد و فریاد کردن، به دشنام نمودن جانب مقابل و دیگر راه و کارهایی که میخواهد به مقصد خود رسد، میخواهد سخن باطل خود را رواج دهد و مقبول سازد. این صفت منافقان است. پس اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم 4 خصلت خیلی واضح و بارز و نمایان منافقان را به ما معرفی کردند. تا از این خصلت ها، تا از این صفات ذمیمه دور باشیم، پرهیز نماییم و تا منافقان را با این نشانه ها شناسیم. از خداوند عزوجل مسئلت می نماییم تا ما را از تمام صفات منافقان دور نگه دارد و ما را به اخلاق اهل ایمان، به اخلاق اهل صلاح و نکوکاران مزین سازد. خدا یار و مددگارتان.